وقتی که بسیار خوشحالید و بی نهایت غمگین به دیدار اموات بشتابید. بسم الله. تو دیگه کی هستی؟ جنی یا روح سرگردان مانده در زمین؟ غم فکر و حافظت رو با هم آشفته کرده برادر. پسر و وضعت نمیاد آدم حسابی باشی. از ظاهر بهلول در بارش قضاوت نکن. بهلول؟ چطوری بهلول؟ نشناختم. ممنون. خب بیا در تالار عمارت ما کمی بنشی. تا جایی که یادمه تو بلخ تاجر موفقی بودی. از دست قاضی بغداد این همه راه تا بلخ فرار کردم، اما قاضی بلخ هم تو تجارت فریبم داد و حاصل 20 سال عمرمو ریخت و کیسه خودش. آسمان قضاوت در تمام خلافت یک رنگ. خب ببینم چند سکه از قاضی بلخ طلب داری؟ 500 سکه. در بغداد بمونی سهم تو از قاضی بغداد میگیرم. اما نگران نباش، تمام قضات خلافت با قاضی بغداد حساب و کتاب دارن. قاضی بغداد سکه هایی رو که به تو میده با سودش از قاضی بلخ پس میگیره. آیا این شهر زیبا همان بغداد است که داستان باغ‌های زیبا و جوی‌های آبش افسانه عالمیان گشته است؟ تو هم به طمع مسابقه معمای بی پاسخ خلیفه اومدی که نصیبی از بغداد ببری؟ از خراب نشینی مثل تو بعیده که بدونی برای دانشمندان جواب یک سوال خوشتر از هزاران باغ در بهشته. حالا راه قصر رو به من نشون بده که صبر من از شوق علم لبریز شده. که صبرت از شوق علم لبریز شده؟ اگر طالب علم بودی سراغ قصر رو نمی گرفتی. اینجا گورستان آدمیان است یا گورستان عقل؟ معمای بی پاسخ دیگه چیه؟ این حاکم بیکار دوباره به سرش زده و گفته هر کس معمایی طرح کنه که دانشمندان دربار نتونن جوابی برای اون پیدا کنن، عمارتی رو که به تازگی در باغ قصر ساخته به اون هدیه میکنه. میبینم که شوق علم هر روز بیشتر در دل مردم زبانه میکشه و بر تعداد حاضران مجلس علم افزوده میشه. این توفیق اجباری که نصیب ما شده از برکات حاکم علم پرور ماست. بله، که شوق علم رو اینچنین در جان جهان بیدار کرده و دور نیست که مردم از تمام دنیا برای شرکت در این جلسات بی‌نظیر علمی به بغداد سرازیر بشن. و این اقبال البته ربطی به جایزه درخشان خلیفه نداره. خوشحالیم که توانستیم در زمانی کم شوقی عظیم ایجاد کنیم. بله. خب بهتر است مهمانان رو بیش از این معطل نکنیم دیگه. خرسندم از این که در حضور حاکم علم پروری هستم که علاقش به علم چنان شهره آفاق شده که دانشمندان را از تمام خلافت به بغداد کشانده. ببینم سوال بی جوابی تو سرت که سختی راهو برات هموار کرده. از کودکی سوالاتی بر من نامکشوف مانده که تا کنون جوابی بر آنها نیافتم و میدانم که جواب این سوالات جز از دانشمندان زبده زیبنده نیست. سوالاتت بپرس و بدون که تو این مجلس بدون شک جواب آنها را از دانشمندان ما میگیری. چیه من میکنی بپرس دیگه. مرکز زمین کجاست؟ مرکز زمین؟
ستاره های آسمان چند تاست؟ خیلی و دیگر اینکه تعداد مرده های زمین بیشتره یا زنده ها؟ قاضی القضات شهر بغداد که جامع علوم نقلی و عقلی است و بعید نیست که خبر از غیب داشته باشه سوالات تو رو پاسخ بگو دیگه. من ستاره مرده زنده. جناب حاکم، جناب حاکم، درسته که من بی‌تاب دونستن جواب سوالاتم هستم، ولی از آنجا که جواب به این سوالات تفکر و جستجو در منابع را طلب میکنه، میتونم یک روز دیگر هم تشنه بمونم. پس تا مجلس فردا همینجوری تشنه باش و گشتی تو باغ و قصر ما بزن. برو جان، برو. تا فردا بیشتر فرصت نداری، ولی باید هزینه ساخت عمارت از جیفه مبارک بپردازی. ببین چطوری میلومونه گداگوشنه. بیشتر به قطعی زده شبیه تو دانشمندا. اون یه کلاش حقه بازه جانم. جایزه حاکم بدبختان کل خلافت رو به دارالخلافه کشوندی. اون بابا یه متقلبه با این سالات. با این حساب به زودی قصد به گداخونه تبدیل میشه. همین حالاشم بیشتر از اون نیست. ای باید اونو از قصد بیرون کنی. باید برای سوالاتش جوابی دندان چکن پیدا کنیم. اون از خریت جناب حاکم سوء استفاده کرد. بله. عوض خیره شدن به من یه فکری برای حل معماهای بی سر و ته این گدا گشته بکنی. مرکز زمین، مرکز زمین. آها، جواب این سوالو فقط یک نفر میدونه. کی؟ بهلول. درسته، تنها اونه که میتونه ما رو از دست این شیاد نجات بده. یعنی ما از دیوونه هم کمتریم آقا رو. تو اگه فکر میکنی بیشتری بمون و فکر کن. بهلول پاشو، مثل این که تو رو صدا میکنن. چه خبر شده؟ من از کجا بدونم؟ بهلول پاشو که تو قصد باید کار دار. باز چی شده؟ من نمیدونم، بنده مأمورم و معذور. فقط عجله کن که تا صبح وقت زیادی نمونده. وقت نشناستر از این حاکم خودشه. تو همینجا بمون تا برگردم. بریم. صبر کن بابا، منم میام. بیا بهلول، بیا که سخت در انتظار تو هستیم. جناب حاکم نگرانه مبادا شیادی به بهانه واهی امارات تازه باغ و تصرف کنه.
حاکم خودش این مسابقه رو طرح و به شوق همسایگی با دانشمندان این جایزه رو تعیین کرده. آخه جناب حاکم همیشه اول یه کاری رو میکنه بعد بهش فکر میکنه. جواب این سوالات رو از علم انسان نمیشه انتظار داشت. یعنی بذاریم این شیاد بیاد و تو قصر ساکل بشه؟ اگه الاغی پیدا کنین که یه پاش لنگ، گوشاش آویزون، پوستش گر و پلک یه چشمش افتاده باشه، پاسخ سوالات شما رو میده. البته یادتون نره که پول زیادی با خودتون ببرین. این الاغ دانشمنده و از تمامی شما بیشتر میارزه، به خصوص از اونی که پشت پرده مخفی شده. میگم که برفرض که ما پیدا کردیم، ولی زبون الاغو که من زبون خرانو میدونم و براتون ترجمه میکنم. اما بولون تو زبون خرانو کجا یاد گرفتی؟ به ما هم بگو یاد بگیریم. در ضیافت خران سخنور جناب حاکم. اینم بهلول که سنگی. من تو تمام ضیافت‌های جناب حاکم بودم، جز اشراف کسی سخنوری نمی کرد. جناب قاضی برو با تا وقت داری از قضاوت بغداد خداحافظی کن. شما برید، من خودم جواب سوالا رو پیدا میکنم. مخیم من. گفتی چند سکه نزد قاضی بلخ به امانت گذاشتی؟ 500 سکه. صبح الاغتو به بازار بغداد ببر و کمتر از 500 سکه نفروش. 500 سکه؟ مگه همینقدر ضرر نکردی؟ آره، اما این الاغ لنگو چطوری به این قیمت بفروشم؟ نگران نباش، هر کی به قیمت الاغ اعتراض کرد بگو این قیمت رو قاضی بلخ روی الاغ گذاشته. شبیه همین از اولاغ آره. این اولاغو چند میفروشی؟ 500 سکه. 500 سکه؟ بابا این که دیگه چیزی از خرید نداره. همین که گفتم، نه یه سکه کمتر نه یه سکه بیشتر. این قیمتیه که قاضی بلخ رو الاغم گذاشته. تو هم دیوونه ای، نه یه حرف بیشتر نه یه حرف کمتر. یه پاشم میلنگه. یه پاش؟ خودشه، عالیه. ساکت شو احمق. جان خرید به چند؟ این عالم دهره. بله پیداست. قربان همونیه که دنبالش میگشتین، یه خر لنگ با گوش آویزون. تو که فرق خر با الاغ نمیدونی برای چی رفتی جلو آخه؟ این موجود دم مرگو چند میفروشی؟ 500 سکه، تازه بدون پالونش. 500 سکه؟ مگه دیوونه شدی مرد؟ این قیمت قاضی بلخ روش گذاشته. این که دلیل نمیشه. خب اون آدم احمقیه. ولی در خریت از شما حاذق‌تر قربان. بله؟ شما خرشناس نیست. ببینم این خر تو زبونم داره؟ بله که داره. الاغو بخر و ببر پیش بهلول و بگو هرچی زودتر خودشو به قصد برسونه. من باید نامه‌ای به قاضی بلخ بنویسم، خدا به خیر کنه. ببین به چه روزی افتادیم. باید 500 سکه برای یه خر لنگ بدیم. نه اکه هی از این قاضی بیکفایت احمق کدوم گوریه؟ میدونم جواب سوال پیدا نکرده و از بغداد فرار کرده.
باید خیلی خوششانس باشه که تا پایان این مجلس بتونه از قلم روی خلافت ما خارج بشه. نه اینطور نیست جناب حاکم، حتما غرق در کتب مختلف زمان و از یاد برده. جواب این سوالات رو در کتاب پیدا نمیکنه، چون در این صورت تا کنون من یافته بودم. برم تو. اونجا چه خبره؟ جناب حاکم، بهلول با یه الاغی اومده و اصرار داره که به تالار وارد بشه. بهلول؟ خیلی خب مزاحمش نشید، بذارید بیا. ولی آخه همین که گفتم. داره میکنه خبر شد. میباش کن بگم چی آمد، برای چی آمد اینجا؟ جناب قاضی بیمار شده و در خونه مونده و از این الاغ که استاد اوست خواهش کرده که در این مجلس حاضر بشه و به سوالات جواب بده و من که زبان حیواناتو میدونم اینجام تا حرفای الاغو برای شما ترجمه کنم. تو زبان حیوانات را میدانی؟ پس چگونه با تو حرف میزنم؟ خب سوال تو بپرس. من نمون نکن بپرس دیگه. مرکز زمین کجاست؟ الاغ میگه همین جا که این میخ کوبیده شده. آخه چطور ممکنه؟ الاغ مطمئنه. تو اگه باور نداری اندازه کن. تعداد ستاره های آسمان چند تاست؟ الان الاغی بهت میگه. الاغ میگه به تعداد موهای تن من. آفرین بهلول، آفرین آفرین. اما الاغ میگه اگه باور نداری بشمار. و اما سوال آخر، تعداد مرده های زمین بیشتر است یا زنده ها؟ الاغ میگه تعداد مرده ها. آخه این خر الاغ چطوری حساب کرده؟ اون میگه اونا که مردن، زنده ها هم بالاخره یه روزی میمیرن. این دیگه چجور جوابیه؟ الاغ میگه این دیگه چجور پرسشیه؟ آفرین. خب دیگه جواب سوالات تو گرفتی. بله سرورم. حالا میتونی از بغداد بری. آفرین بهلول، آفرین. تو نذاشتی آبروی دارالخلافه بریزه. ممنون. بهلول استاد تو جا گذاشتی. شاگردیشو بکنیم بلکه در خریت کامل بشیم.